حکیمی را پرسیدند که چگونه دوستی و رفاقت دوستانت را می شناسی؟ فرمود در غم من شریک بوده از حال من می پرسد، کمبودی های مرا اصلاح کرده کامل می کند و از لغزش ها و خطاهایم در می گذرد و می بخشد و مرا به یاد پروردگارم می آرد. از او پرسیدند چون این دوستان را چگونه پاداش می دهی؟ فرمود برایش غایبانه دعای نیک می کنم. بله برادران و خواهران عزیز، دوستان واقعی خیلی کم هستند و باید چنین دوستان را قدردانی کرد. بزرگان فرمودند مثال برادری در راه الله همانند دست و چشم است که وقتی چشم آب دیده ریزاند دست آن را پاک می کند و وقتی دست درد کند چشم برایش گریه می کند. برادران عزیز، یکدیگر را به خاطر الله دوست دارید، در کمک یکدیگر باشید، از خطاها و کمبودی های یکدیگر ایراد نگیرید، از آن درگذرید و فراموش کنید و البته برای یکدیگر غایبانه دعای نیک کنید. خداوند همه ما را برای همدیگر دوستان واقعی بگرداند و اخوت اسلامی را برای ما عطا فرماید. آمین یا رب العالمین. بر بگرد ای طالب حق سوی راه مصطفی، سوی قرآن و کتاب و سوی احکام خدا. بر حذر باش ای جوان از فتنه های دشمنان، نیست بهتر از سلاح علم و دانش در جهان.